آذر ماه 1404 به شدت آلوده و الان اینجا نیروگاه شهید رجاییه. البته عامل این آلودگی هوا تنها نیروگاه نیستش، عوامل دیگه هم هستن که شاید از نیروگاه هم مهمتر باشن. همین خودروهایی که دارن با سیستم ناکارآمد بنزین بی‌کیفیت رو دارن میسوزونن، هم از عوامل اصلی آلایندگی هوا هستن. و هوا که اولین نیاز اساسی جانوران من جمله انسان هست، از ما دریغ شده. حالا ما که خودمون کردیم به عنوان ایرانی، ولی تأسف برانگیزه برای موجودات دیگه‌ای که با ما هم سرزمین هستن، پرندگان، پستانداران، حشرات و همه موجوداتی که نیاز به هوا دارن و ما با نادانی و با طمعکاری زندگی اونها را هم به خطر انداختیم. هیچ چشم‌انداز درستی دیده نمیشه. فکر میکنم که برای اینکه این مملکت درست بشه اولین قدم تعطیلی شرکت‌های خودروساز فاجعه آفرینی مثل ایران خودرو و سایپا هست که بدون اینکه به نیاز روز دنیا فکر کنن خودروهایی تولید کردن